سلام دوستان، در این ویدیو نسبتاً کوتاه میخوایم در مورد روند برنامه نویسی در زبان برنامه نویسی C# صحبت کنیم. بله درسته، روند برنامه نویسی. پوررضا، منظورت از روند برنامه نویسی چیه؟ من فرض میکنم شما یک زبان برنامه نویسی مقدماتی مثل پایتون رو بلدید یا دستورات شرط، حلقه های تکرار و تعریف و استفاده از متغیرها در همین سی شارپ رو میدونید. اگه نمیدونید ویدیوهای قبلی رو ببینید تا یاد بگیرید. اما روند برنامه نویسی در سی شارپ مبتنی بر اشیاء، یعنی ما بایستی کلاس های ایجاد کنیم که تعامل این کلاس ها باعث حل مسئله است. به چه شکلی؟ اجازه بدید با یک مثال بسیار بسیار ساده همین رو توضیح بدم. بریم سراغ ویژوال استودیو، بعد یک کنسول اپلیکیشنی ایجاد کنیم. پس ویژوال سی شارپ کنسول اپلیکیشن، حالا اسمشو بذاریم مثلا تست پی پی تی. بعد از ایجاد پروژه شما این قسمت ها رو میدونید چیه. پس ما میدونیم این قسمت بخش یوزینگ ما، این قسمت داره فضای نامی ما رو نشون میده که همه کلاس های ما قراره در داخل همین فضای نامی تعریف شند. کلاس اصلی برنامه رو داریم کلاس پروگرام. خب حالا در داخل این کلاس پروگرام ما متدی داریم به نام مین. حالا فرض میکنیم از ما خواستند برنامه‌ای بنویسیم 2 عدد از کاربر بگیره و عدد بزرگتر رو در خروجی نشون بده. پس 2 عدد از کاربر خواهیم گرفت و عدد بزرگتر رو در خروجی نشون خواهیم داد. اینتیجر A مساوی کانورت کن. خب پس A مساوی کانورت بشه، نام یک کلاسه، به اینتیجر هایی از نوع 32 بیتی، اون چیزی که از کنسول رید لاین میکنیم. در ویدیوهای قبلی در مورد کلاس کنسول و کلاس کانورت صحبت کردیم. پس ما کانورت خواهیم کرد چیزی که از کنسول رید لاین میکنیم و در درون متغیری به نام A قرار میدیم. همین کار رو برای B هم انجام میدیم. پس B هم مساوی دقیقا همینه. خب اینجا شما از برنامه نویسی مقدماتی میدونید که بایستی یک دستور شرط بنویسید. پس در انتها خواهم نوشت if اگر این A بزرگتر است از B، یک کاری انجام بده، else در غیر این صورت، حالا حالت مساوی رو در نظر نمیگیریم، این کارها رو انجام بده. پس اگه اینطوریه فرض کن کنسول رایت لاین کن، کنسول رایت لاین کن A رو و در غیر این صورت B رو. خب این بخش رو شما از برنامه نویسی مقدماتی میدونید. پس این بخش رو ما از برنامه نویسی مقدماتی میدونستیم چطور دستور if بنویسیم و چطور از 2 کلاس کنسول و کانورت استفاده کنیم. نمیدونی برو ویدیوهای قبلی رو ببین یا از اینترنت سرچ کن. ما به صورت داخلی در کنسول اپلیکیشن کلاسی داریم به نام کنسول که متدهای زیادی داره. 2 متد معروفش، یکی متد رید و یکی هم متد رایت. رید لاین رو استفاده میکنیم برای دریافت متغیرها، رایت لاین رو استفاده میکنیم برای نمایش متغیرها. خب فرض میکنیم تا این قسمت رو بلدیم، اما در مرحله بعدی ما بایستی این مجموعه کد رو در داخل یک متد قرار بدیم. در کلاس برنامه نویسی مقدماتی پوررضا میگه متدی به نام مثلا شو ماکس بنویسید، 2 عدد صحیح را به عنوان پارامتر گرفته
و عدد بزرگتر را بازگرداند. ما نمیخوایم رایت لاین کنیم. شاید اصلا این یک فرم اپلیکیشنه، شاید اصلا این وب اپلیکیشنه و من نمیخوام در خروجی کنسول رایت لاین بکنم. پس در مرحله بعدی شما این کد تست شده رو در درون یک متد قرار میدید. روند کار دقیقا به این شکله. پس این قسمت، این مقایسه، ببینید این مقایسه کات و میریم سراغ یه متد دیگه. ببینید این متد مین تمامی متدهای داخل کلاس پروگرام هم قرار استاتیک تعریف بشن. استاتیک قراره چی برگردونه؟ یکی از اون دو عدد رو برگردونه. پس اینتیجر شو مکس خب پس نام تابع یا بگیم نام متد شو مکسه. بعد دو تا پارامتر میگیره A و B. خب حالا همون کد رو اینجا پیست میکنیم، اما به جای کنسول رایت کردن می‌نویسیم ریترن کن A رو و ریترن کن B رو. پس این ریترن A و این هم ریترن B. پس دقت کن، حالا این متد، حالا این تابع میتونه توسط وب اپلیکیشن، موبایل اپلیکیشن یا هر برنامه دیگه مورد استفاده قرار بگیره. شما در داخل تابع نه کنسول رید لاین میبینید نه کنسول رایت لاین میبینید. اگه بخواید همین برنامه رو اجرا کنید کافیه این متد رو در داخل متد مین فراخوانی کنید. به چه شکلی؟ دقت کن، در داخل متد مین مینویسم console dot write line کن show max A و B. این هم روش فراخوانی این متد. پس متد رو اینجا تعریف کردیم، همون دستورات رو در داخل متد قرار دادیم و متد رو فراخوانی کردیم. خب حالا در مرحله بعد میگیم نه این کافی نیست، من به دنبال یک کلاسم. پس بایستی یک کلاس جدید به برنامه اضافه کنیم و این متد رو در داخل اون کلاس تعریف کنیم. خب شما میتونید یا کلاس رو همینجا تعریف کنید، در داخل همین نیم اسپیس تعریف کنید، یا یک فایل جداگانه‌ای برای اون در نظر بگیرید. اجازه بدید برای همین مثال ساده همینجا اینو تعریف کنیم. پس دوباره من این متد رو کات و کلاس جدیدی به نام تست ایجاد میکنم. پس ببینید این کلاس پروگرام، این کلاس تست، هر دو در داخل نیم اسپیس برنامه قرار دارن. پس هر دو در داخل نیم اسپیس برنامه قرار دارن. اینجا میایم در داخل کلاس تست همون متد رو پیست میکنیم. اما دوستان در داخل کلاس تست این دیگه حالت استاتیک نداره، این رو حالت پابلیک در نظر میگیریم، عمومی در نظر میگیریم. پس ما کلاسی به نام تست داریم که در داخل این متدی داریم به نام شو مکس، میاد دو پارامتر میگیره و اگه این شرط برقرار شد اینو ریترن میکنه، در غیر این صورت این یکی رو ریترن میکنه. خب حالا چطور این رو فراخوانی کنیم؟ باید بریم سراغ نمونه سازی. پس در مرحله آخر من می‌نویسم از نوع کلاس تست آبجکت ما مساوی نیو تست. خب درسته؟ بعد در مرحله بعدی خواهیم نوشت ob.showmax. پس ob.showmax. خب پس اگه برنامه رو اجرا کنیم شما در خروجی بایستی
2 عدد وارد کنید که اینجا مثلا ما 2 عدد رو وارد خواهیم کرد. مثلا عدد 12 و عدد 14 و به طبع عدد 14 رو در خروجی نمایش میده. پس دوستان روند کدنویسی در زبان‌های مثل جاوا یا سی شارپ دقیقا همینه. اول کد رو تست کنید ببینید درست جواب میده، بعد این رو در داخل یک متد قرار بدید، متد رو فراخوانی کنید، بعد که درست جواب داد این متد رو در داخل یک کلاس پیاده سازی کنید. فعلا در کلاس برنامه نویسی تمامی متدهای ما حالت پابلیک هستند. در آینده ما متدهایی از نوع استاتیک هم تعریف خواهیم کرد. امیدوارم این آموزش هم مورد توجهتون قرار بگیره.